بینندگان عزیز، با همه شما شام بخیر میگویم. شام شنبه فرا میرسد و ما نیز مهمانی کاشانه های شما هستیم با یک برنامه فرهنگی و فراغتی خود که نام گرفته است شب آهنگ. و امروز در برنامه ما مهمان برنامه ما هستند هنرمنده که هنرش با نامش توأم است. هنرمنده که در یک مدت کوتاه توانسته است که در جاده صنعت موفق بگردد. هنرمندی شایسته تاجیکستان، ستاره کرامت‌آلا. کدای آشتی نمیشه وای وای بیمروم شه رنجیده دلی پر علمش رازی نمیشه ای وای بیمروم شه چندین که مهربانی کدوم رازی نشد دلیابی نشد چندین که مهربانی کدوم رازی نشد دلیابی نشد در قلبی من ای جانی من ای او به همه کدای آشتی نمیشه وای وای بیمروم شه رنجیده دلی پر علمش رازی نمیشه ای وای بیمروم شه چندین که مهربانی کدوم رازی نشد دلیابی نشد چندین که مهربانی کدوم رازی نشد دلیابی نشد در قلبی من ای جانی من ای او به همه نمیشه در قلبی من ای جانی من ای او به همیشه دل کنده نمیشه دل کنده نمیشه. استقبال میگیریم ستاره کرامت‌آلا در مهمانی برنامه شب آهنگ. خوش آمدید. از دیدارتان خیلی هم شاد هستیم. مرحمت. خوش آمدید ستاره بانو به فضای سرود و موسیقی. حال و احوالتان چگونه است؟ تشکر زیاد. بسیار خوشحالم. امروز آماده اید که در این صحنه زیبای برنامه شب آهنگ بهر تماشابینان تلویزیون تاجیکستان، بهر تماشابینان برنامه شب آهنگ سرودهای دلنشین خود را پیشنهاد کنید. البته. مصرف من همچون زن نمیتوانم یک چیز را قید کنم. من که فهمیدم که شما چرا پرسان هستید. البته من همچون زن از زیبایی میخوام سخن را آغاز کنم. امروز چون همیشه شما زیبا هستید، پیراهن زیبا به بر کرده اید. خب ستاره بانو، میخواستیم اطراف پیراهن های شما، اطراف انتخاب شما صحبت کنیم. در انتخاب پیراهن، در انتخاب لباس برای برآمد خیلی جدی هستید و با طراحان زیاد نیز همکاری میکنید. البته بسیار لطف کرده، تشکر. چنانه که در دیگر مصاحبه هایم قید کردم، بسیار لباس هایم را با هر گونه طراحان
کار میکنم. اگر 90% هم گویم خطا نمیکنم خودم پیشنهاد میکنم، میگم که این طور کردن در کار این خیلی لازم است. برای چی با بسیار برای هنرمند این چیز بسیار مهم است که باید هر گونه لباس ببر کند، چون که اگر یک طراح که مثلا کار کنی یک رنگ می شود. بله برای من کوشش میکنم که هر گونه طراحان که کار کنم که در هر لحظه صحنه که برآمد میکنیم هر گونه باشم، رنگارنگ و جالب باشد. رنگ باشم. بله بعضا وقت اینه که شما اسکیز لباس ها رو با طراحان پیشنهاد میکنید؟ بله می‌تونن البته همون چیز رو. بله. چرا درست که شما کردید. قید کردید یعنی برای هنرمند شما گفتید که لباس بسیار بسیار مهم است. است. البته ستاره شما سفرهای هنری خیلی زیاد میکنید و روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان که برگزار میکردن در آنجا اشتراک میکنید و دولت و ملت رو معرفی میکنید. هنگام برآمد کردن البته که شما با همون لباس های ملی تاجیکانه بله. برآمد میکنید، چگونه قبول میگردد وقتی شما با همون لباس های ملی برآمد میکنید هنری خود رو؟ خارجیان اینه که بعد از کنسرت با نزد شما میبینن اولین بله از کجا است این لباس چگونه بسیار هست؟ بسیار لحظه ها بود. اولین درجه باید هنرمند یعنی ما تاجیک هستیم باید صنعت و فرهنگ خودمون رو در دیگر دولت معرفی نماییم، چون که بسیار دولت ها رو اولا از روی فرهنگ بعد ورزش بعد دیگر و دیگر میشناسن. واقعا ما پیوسته کوشش میکنیم که دولت و ملت خودمون رو، فرهنگ خودمون رو، لباس ملی خودمون رو ببر کنیم که تو اینکه بینن از روی مثال فرهنگ و لباس رو شناسن و دونن که تاجیک هستند. و بسیار در چهاربینی‌های فرهنگی یاد دارم لباس ملی خودمون رو ببر میکنیم و بسیار میبینن برای و یا جالب است، یعنی میبینند نقش و اوزار و گروه پرسان میشوند. ستاره شما گفتید که در انتخاب لباس خیلی جدی هستید و برای هر یک سرودتون لباس مخصوص انتخاب میکنید. پس چگونه شد که ستاره سرود رو در ژانر شش مقام با کرته چکن سرایید؟ با کرته چکن برآمد کرد؟ لازم نیست بود. شما هم این لحظه رو در یاد دارید. البته این گونه بود، فراموش نشونده بود. سال 2023 بود، برنامه با شکوه فرهنگی بود که اونجا در امریکا در امریکا بود. البته برآمدی من پیش از آخران بود و همین خیلی شد که من باید اول به دیگر سرآینده ها کمک میکردم و چکن ببر کرده بودم. بعد از آن گفتم بعد اطلس می‌پوشم چون که مقام میخونم. هم خیلی شد که یک لحظه همه چی دیگر شد. همه تپر تپرم خیلی شد که سیناری ایواز دیگر شد و گفتن که شما دویم نمی رستید دیگر یکم خیلی نمیشد. یگان علاج نبود. همین خیلی نمیدونم صحنه نگاه میکنم طرفی کفتم نگاه میکنم این طرف رو هم نمیشه این طرف هم خیلی مباین دموندم خیلی هرچی باد بودم با چکن سرودی وقام رو سرایدم. بله با کفته چکن. بینندگان عزیز بیاید اینجا یک سرود میشنویم در اجرای بانوی هنر ستاره کرامت الله. بعد از چند لحظه برمیگردیم. صحبت ها بازی های جالب باز هم در پیش ما و شما را انتظار است. در کوی بوتان است کسی زارتر از من، در پیش
فردا نتوان یافت گنه‌گارتر از من ای زارتر از من گنه‌گارتر از من ای خوارتر از من گنه‌گارتر از من ای زارتر از من گنه‌گارتر از من. тамошобинони азиз, барои боз ҳам ҷолибтару рангинтар намудани барномаи Шабоҳанг мон дар ин қисмати барнома як бозии ҷолибро ҷой намудаем. Шартҳои бозиро ба шумо мусриф мефаҳмонад. бале. Ситора, биёед аввал сараввал пурсон мешавем ки охирон маротиба кай имтиҳон супорида будед ва дар куҷо буд? имтиҳон дар донишгоҳи миллӣ буд. Донишгоҳи миллӣ. Бале. Кадом сол тақрибан? 2013. 2013. Яъне ки баъд аз 13 сол. Бале, 13 сол. баъд аз 13 сол боз шумо имтиҳон месупоред дар барномаи Шабоҳанг. аммо имтиҳон бо гӯшмонак ном дорад, яъне ки ҳамин гӯширо дар гӯшатон мегузоред, садои баланди мусиқӣ. мо барои шумо танҳо якчанд саволҳо пешниҳод мекунем. вазифаи шумо аз он иборат аст ки ҷавоби дурустро дар ҳамон варақ нависед. 5 савол пешниҳод мегардад. Марҳамат, омода бошед. саволҳои оддӣ ҳастанд. марҳамат, сараввал гӯшмонакҳоро дар гӯш мегузорем. ман бошад дар ин ҷо чӣ мегӯям, коргардони овоз Сурудҳоро пешниҳод мекунед. сурудҳоро пешниҳод карда оғоз мекунем. баланди бад мемонед. бале, баланд. ҳарчи баландтар бошам, қадар хубтар мешавад. марҳамат, суолро пешниҳод мекунем. Саволи якумро пешниҳод мекунем. Ситора, шумо дар кадом барнома ҳузур доред? марҳамат. як бор дига гӯем. номи ҳамин барнома чӣ аст? ҳамин барнома чӣ ном дорад? номи барнома. саволи навбатӣ чунин аст: ягон ашёро бо ҳарфи а гӯед. ягон ашёро бо ҳарфи а дар он ҷо нависед. ҳарфи а. чизе ки барои шумо писанд аст. дилхоҳ ашёе ки барои шумо писанд аст бо ҳарфи а бошад, дар он ҷо нависед. ба фикрам пайдо мекунам ин ҳол ҳамаи суолҳои ман. Бале. душворӣ пайдо карда истодан. Ситора боно ашёеро бо ҳарфи а бале. ҷустуҷӯ дорад. мегузарем боз ба саволи навбатӣ. насаби шумо чӣ аст? насабатон чӣ аст? Насабатон. аҷоиб савол. дуруст гуфтаистам ё ки хато кардастам? музикатон баланд аст, шумо парвон. хуш, бозам як суол дигар ҳаст. Ситора дар ҳаво кай мебарояд? ситора дар ҳаво кай мебарояд? шаб. мусиқӣ фикр мекунам, аллакай пас шуда истодааст. зуд пайдо кардан. як суол дигар дар ин ҷо дорем. чоркунҷа чанд кунҷ дорад? чоркунҷа чанд кунҷ дорад? шумо боз музикаро баландтар кардем. бигзор канед пайдо кунем. Бале. чанд кунҷ дорад? чоркунҷа. чӣ аст? чоркунҷа нест? не, 5 кунҷ дорад. чоркунҷаро дар назар доштед, не? ҳамин гуна? бале, чанд кунҷ дорад? Чоркунҷа чанд кунҷ дорад? чӣ кадан дар кор? чоркунҷа чанд кунҷ дорад? чор кунҷ дорад. хуш, ин ҷо мусиқиро хомӯш мекунем. марҳамат. гирама? бале, гиред. ой. хуш, дӯстони азиз, акнун биёед тафтиш мекунем ки ба чанд суоли мо Ситора ҷавоби дуруст гардонидан. суоли нахустин буд ки шумо дар кадом барнома қарор доред? чӣ навиштанд? Шабоҳанг навиштанд. дуруст навистанд. суоли дуюм буд ки ягон ашёро бо ҳарфи а номбар кунед. Арка. арка. ин чизе ки дар ҳамин ҷо дида шумо? албатта аст. Арка. Сем савол. насаби шумо пурсидем, шумо нависед Ситора. Ситора ном. Номи навиштед. пурсидед. аммо ман насаби шуморо пурсидем. насаби шумо чӣ аст? фамилия. бале. як суоли дигар буд ки Ситора дар ҳаво кай мебарояд? нависед ки шаб. Шаб, ин дуруст. дуруст аст. ва панҷум савол, чоркунҷа чанд кунҷ дорад? дуруст навиштед? 4 кунҷ дорад. бисёр дар чоркунҷа ҳам чоркунҷаро кашидан ва ҳам нависанд ки 4 кунҷ. воқеан ҳам ҷавоб дуруст кашидан. аст.
ما شما را احسان میگیم با واقعاً هم. همه سوال‌ها جواب‌های درست را پاسخ گردانید. تماشاگران عزیز باز هم ادامه میدیم برنامه شب آهنگ رو. در پیش باز یک بخش جالب دیگر نیز است. از این رو با ما بودن رو فراموش نسازید. واقعا هم یک بازی جالب بود، هم به ستاره و فکر میکنم هم به تماشابینان نیز پسند آمد. ستاره سرود شبت خوش واقعا هم یک سرودی خیلی هم خیت شد، شناخته شد، مشهور شد در کوتاه‌ترین مدت، نه تنها در تاجیکستان بلکه در خارج نیز. بیاید درباره همین سرود یک تبلیغ همین سرود یک معلومات می‌دهید. و ما تصمیم گرفتیم که یک سرود نو پیشکش کنیم برای مخلصان و با آهنگساز دوران رحمتزاد مصلحت کردیم و به من پیشنهاد کردن و یک چیزی بود که کم در دلم نشست، یک چیزی نو بود، یعنی کمتر قالب شکنی کردیم و با دوستم با دوگانم فاطمه مشرب و ششتیم به آنها نیز خیلی پسند آمد و حتی شوخی هم کرد فاطمه که اگر سرود رو نگیری من میگیرم. این گونه سخنهایم بود و همین خیال شد ما این سرود رو ثبت کردیم. فکر میکنیم یک نوگونی کردیم. همین زحمت ها بود که امروز کلیپ به همه پسند آمد. موفق شد و شما میدونید که همین سرود یعنی که چی میگن در دل مخلصان زود جوی می‌آورد. میدونید چی بسیارتر که در ژانر شش مقام سراییدم و غزل‌های بسیار چه بگویم بلند مضمون از بلند مضمون رو سراییدم. یک حسیات داشتم به نظرم که خیلی که سرود محبوبی همگان گشت، این خیلی فکر نمی کردم راستی. که باعث شد که ستاره رو آورد به ژانر استرادا. این به مصلحت یگان دوست شما بود رو آوردن به ژانر استرادا و باید قید کرد که در برابر شش مقام از سرودن سرودهای استرادی نیز به خوبی برآمده. همه سرودهای شما زود به دل مخلصان راه یافتند و خوب نیز قبول شدند. خیلی فهمانم. فکر میکنم برای هر یک هنرمند ژانر شش مقام از همه مشکل است، به نهایت مشکل است. من زیاده از 16-17 سال تجربه آموختن و کاری و دیگر دارم و چون سال 2014 بود من برآمدم و گفتن حالا تو یاش هستی، حالا جوان هستی، انا کمتر سرودهای شوخم باید سرای گفتم باید من سرودهای استرادی نیست خونم، من هنرمند هستم، باید از عهده ایم برایم و خوشبختانه آزادانه در 3 ژانر من هنرنمایی کرده میتوانم، در ژانر شش مقام، استرادا و اپرا. اینجا درباره سرود شبت خوش ما الکی چند بار معلومات گرفتیم از شما، اینا که صحبت نیز کردیم. چی میشود که این حالا همین سرود رو برای بینندگانی که ما رو تماشا دارن اجرا میکرده باشه؟ ضرور. تماشابینان عزیز یک جای این سرود را میشنویم، بعداً صحبتمون را با ستاره کرامت الله ادامه میدیم. ای جونی من مهمونی من ای میروی شبت خوش، همراهی من یا ماهی من گر میشوی شبت خوش. ای جونی من مهمونی من ای میروی شبت خوش، همراهی من یا ماهی من گر میشوی شبت خوش. شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش، ایا جان جانکی من خوش خانکی من والله شبت خوش. شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش، ایا جان جانکی من خوش خانکی من والله شبت خوش. هی والله شبت خوش.
چشمی من رنگ شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش آیا جان جانکی من خوش خانکی من والا شبت خوش شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش آیا جان جانکی من خوش خانکی من والا شبت خوش هی والا شبت خوش ای جونی من مهمونی من ای میروی شبت خوش همراهی من یا ماهی من گرمی شوی شبت خوش ای جونی من مهمونی من ای میروی شبت خوش همراهی من یا ماهی من گرمی شوی شبت خوش شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش آیا جان جانکی من خوش خانکی من والا شبت خوش شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش آیا جان جانکی من خوش خانکی من والا شبت خوش هی والا شبت خوش هی والا شبت خوش خوش اینجا باز یک بازی دیگر داریم. یک بخش جالبه دیگری که برای شما آماده کردیم، حتما برای شما پسند میاد و این بخش شما همراه نگینه منقلوبا نیز گذرانده بودیم. هنرمندی شناخته تاجیک و نام دارد پیدا کن. در اکران برای شما خب ستاره در اکران یک قسم عکس به شما پیشکش میگردد. شما باید پیدا کنید که این عکسی کی است. خوش از کارگردان خواهش کرده میشد که عکسی نخستین رو برای ما عینی ها پیشکش نمایند. تماشا میکنیم. این بکشور خمونه یا؟ خیلی باید بگیم که عیب میشه با در سال 2024 در بازی های المپی مخصوصا جوری نمایان را گرفته بودند. بالتایف باشد. دعوت ببینیم. بالتایف. بله ایواز نمیکنه جواب دادن. نه خوش تماشا مگون میکنیم. میشنوسن واقعا هم درست. تماشا میکنیم عکس نوبتی را. کی باشه در عکس نوبتی؟ این کس زود پیدا کرده تا ماه پیکر استاد ماه پیکر یارو ماه پیکر یارو و بله واقعا هنرمند هم تئاتر و سینما خیلی بسیار هم بله، نقش‌های خوب. خوب رو می‌بازد. بسیار به من پسند است. میگذاریم به عکس نوبتی. تمغه کدام نوی ماشین میباشد؟ میتسوبیشی. اما نه مرسدس باشد. نه مرسدس این گونه نه. به تماشا میکنه با پورگی. تماشا میکنه. مازدا. مازدا عکس نوبتی. مازدا عکس نوبتی. شناختنی نفر رو. دو گناهم رو مونده. دوستی بهتری. فاطمه مشرب و فاطمه مشرب و بله. چند هم خیلی فاطمه هم مشرب. شناخته. بله ما یک جا خوندیم، یک جا کار میکنیم، یک جا فعالیت کرده ایستادیم. بسیار دوستی خوب داریم، هم دختری خوب است. شناختید این کی بزرگ باشه؟ رو. این گونه سالا بسیار است. مولانا رومی. 100%. مولانا. خوش تماشا میکنیم عکس رو با مولانا پورگی. رومی. بگذاریم با عکس نوبتی. باشه. کی باشد؟ از یک چشمش هنرمند میشه. محبوب دلها خیرالدین شریف. بله خیرالدین شریف هنرمند خیلی هم شناخته. بله این خودم ستاره کرامت الله. باور داره که ستاره میباشد. البته شاید دیگر هنرمند است. خودم هستم. از دستان شناخته. از دستان همه شناسم. خوش عکس را با پورگی تماشا میکنیم. کی باشد؟ واقعا هم ستاره کرامت. احسان میگیم برای شما. واقعا هم سلام. خوش ما تحفه نداریم که برای شما گون تحفه هدیه کرده باشه. تنها میگیم که احسان. احسن واقعا. با برنامه آمدنش- شما خودش تحفه است برای دعوت کردن. دعوت کردن شما. بله لبی ایوان گلی مهتاب منو استاره ها به خواب وطن یعنی همین آرامش نایاب کناری آب نانیگر سلام و خنده های نر وطن یعنی غرور و اعتماد و شرم وطن اول وطن آخر
وطن سرمایه تقدیر، تو به همتای دور از تو به هر جا می شوم دلگیر. وطن اول، وطن آخر، وطن سرمایه تقدیر، تو به همتای دور از تو به هر جا می شوم دلگیر. دل صدای توست. وطن اول، وطن آخر، وطن سرمایه تقدیر، تو به همتای دور از تو به هر جا می شوم دلگیر. وطن اول، وطن آخر، وطن سرمایه تقدیر، تو به همتای دور از تو به هر جا می شوم دلگیر. دوستان عزیز، بازم برمیگردیم به استودیوی خود و ادامه میدیم صحبت خود را اطراف کار و فعالیت و ایجادیات هنرمند شایسته تاجیکستان ستاره کرامت الله. بارگر خوش آمدید، شامتان بخیر. تشکر، سلامت باشید. خب ستاره، میخواستم اطراف اشتراک شما در کنسرت باشکوهی که در تالار یونسکو بخشیده به 700 سالگی حافظ شیرازی برگزار کردید، اطراف انا همین چاره‌بینی باشکوه میخواستم صحبت کنیم. برای من بسیار باعث افتخار بود و به عنوان تاجیک و تاجیکستانی به عنوان همین سرزمین عزیز و بی‌اشتاس و به عنوان یک هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان و مرا همچون یک معرفگر صنعت تاجیک در آنجا لایق دانستم و در اونجا با ارکستر آقای آرش فکر میکنم یک برنامه خوب گذشت و 2 ماه تمرین، شبای بخوابی، بسیار یک مسئولیت بلند بود که من باید از اودهش میبرامدم و شبای بخوابی و زحمت های پای در پای و 2 ماه تمرین در اونجا، 3 ماه در اینجا. من افتخار میکنم که از جانب تاجیکستان در اونجا برآمد کردم با همین لباس ملی. بار دیگر میدونید چی ثابت میشود مصرف؟ شخصی که از عهده ژانر سراییدن سرودهای ژانر فلک، شش مقام برآمده تواند از نازکی های این ژانر واقف باشد، سراییدن سرودها در دیگر ژانرها برایش مشکل نیست. همین طور نه ستاره؟ بله، در اونجا بسیار نفخیر کرده. در اونجا در ژانر اکادمی بسیار بود و من در ژانر خیلی شش مقام استراد خلقی هنر میکردم. اکادمی کمی در کم بود به من و باوری دارم که از اودهش برآمدم. خوشبختانه امروز ما هنرمندان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان میمدار هستیم. خاصه از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دستگیری می‌یابیم و در صحنه‌های بزرگ هنرنمایی میکنیم. صنعت تاجیک، صنعت خودمون را معرفی می‌نماییم.
سال 2014 بوده. می‌دونم البته یک برنامه کنسرتی خیریوی شما برپا کردید. از جانب مخلصان نیز نقد قبول شد. در نقشه نیست باز اولین کنسرت بود، اولی اونم بوده؟ خیروی بود کردیم و حاضر در نقشه داریم که کنسرت یک محتشم، یک کنسرت خوب برپا کنیم. نقشه دارد که با فاطمه مشربова دوست و همکسب شما بله. یک دوئت پیشنهاد میکنین. تا حال دوئت نبرآمد. 8 ماه گذشت از مصاحبه شما اما دوئت نیست. خب بله، وعده دادیم میکنیم، چونوری که قید کردیم بسیار در کوفتکوب هستیم با فاطمه مشرب و میخوایم که یگون چیزی نباشد که همین خیلی خونمو همین خیلی گذرد. میخوایم که و در ژانر فلک است، من در ژانر شش مقام ما سینتز کردنی هستیم. حتی با یک چند آهنگسازا هم صحبت شدیم، فکر و عقیده خود را گفتیم، یک چند پیشنهاد کردن. راستی گپ با دلمون چون در صنعتکار هنرمند نشیند نمیتونه در رسانده. برای همین ما یک چیزی خوب میکنیم با فاطمه مشربova و میشنوید. حتما. ستاره کرامت‌الله بیرون از صنعت چگونه ما میدانیم شما مادر هستید، دو فرزند دارید. چگونه زن هستند؟ چگونه مادر هستند؟ حاضر اگر گویم میگم خودش رو تعریف کرد. شنیدن که بود مانند دیدن. من نوابسته از اونی که صنعتکار هستم، من زن هستم، در خانه کدبانه خوب هستم، مادر خوب هستم، خیلی که مرا تربیت دادن. من نیز میخوام که به فرزندان خودم هم خیلی تربیت رو رسانم و مهر مادری خودم رو بر اونها تا حد امکان رسانم، چون که فرزند فکر میکنم تا 6-7 سالگی بسیارتر در وقتی میده بودگیش مهر رو میگیرد از مادر. خیلی هم خوب دوستان عزیز، ما امروز یک صحبت خیلی هم گرم صمیمی داشتیم. واقعا هم ما بانو هنر ستاره کرامت‌الله واقعا هم یاد کردیم از گذشته، بله. هم خبردار شدیم از آینده شما که در آینده چی رو انتظار باشن مخلصان هواداران شما. چی میگوین؟ از آرامش شما لذت بردیم ستاره بانو. تشکر، رحمت به شما. ستاره تشکر به شما برای یک صحبت صمیمی پرمحتوا. امروز ما از این صحبت از آرامش شما لذت بردیم. در اجازهتان به شما برای کامیابی ها رو تمنا داریم. همیشه همین گونه زیبا، خوش صدا، محبوب همگان باشد. تشکر زیاد. خوش، در انجام میخواستم از شما پرسان شدم که از 1 تا 10 برنامه ما رو واگذاری کرده باشد. 10 چند؟ 10 تشکر. سپاس میگم. بسیار به من پسند اومد برنامه شما. اولی بار تماشا کردم. اگر گفتم مرا دعوت کنن حتما میروم. تشکر که به برنامه آمدید. با حضورتان برنامه ما رو رنگی دیگر بخشیدید. تماشاچیان عزیز، اینجا برنامه شب آهنگ به انجام میرسد. یادآور میشم که در مهمانی برنامه ما حضور داشتن هنرمند شایسته تاجیکستان ستاره کرامت‌الله. امروز ما از فعالیت ایجادی این هنرمند از کمی از زندگی شخصی نیز صحبت کردیم و فکر میکنیم که به شما برنامه امروزه پسند آمد. طول چند لحظه ها بود پیشنهاد شما شو برنامه فرهنگی فراغتی شب آهنگ. با شما بودیم. راویان این برنامه من مصرف امانشایف، همکاری نازنینم باشد نرگس عبدالرحمن. و میخوریم باز در هفته من بعد. خیر دوستان. سخنهای تو
جان بردن و روح